چه خوش اومدیم به یه ویدیو از کانال من دوستان عزیز. اومدیم سری سروایوال در کنار ما. سرورم تازه ساختم، الان میزنیم که سرور ساخته بشه. نرفتم روشا، میزنیم فقط ساخته بشه سرور. خب سرور ساخته بشه، مثلا همیشه فکر کنم ما رو جای خیلی بدی اسپان کنه. سری سروایوال ما در یوتیوبه، نه دیگه، چون سرور رو میسازیم طول میکشه. خب یالا سلام علیک. اینجا ما چی کاره ایم؟ ها؟ What؟ کنار ویلیج اسپان شدیم. پشمام، همینجا خونه میسازیم. کنار ویلیج اسپان شدیم. پشمام حاج آقا، پشمام ریخته واقعا. وای حاج آقا وای غذاهاش به دردم میخوره. کنار ویلیج اسپان شدیم. اینجا ست میزنم. تا الان کریتیو نکردیم، بعد مثلا بگین که نکنی اینجا میام این کریتیو رو میزنم. اینجا واسه میخوای کریتیو کنی یا نه؟ یعنی تا حالا کریتیو نکردیم. من که رفت اینا میدونم دارم چی میگم. اینجا چی داره؟ چرا روی میریم دمیجی نمیخوریم؟ پشمام، فقط پشمام. وای پشمام. اوه اینا آیرونه. حالا ولکن، مهم نی. همینجا بس بینم اول این آرگوت کنیم. اینا مولوت های خوب دارم معمولا. شب بتونیم بخوابیم. اللهم وای، 1 دایموند، 2 دایموند، 3 4 5 6 دایموند. ابسیدیانا رو ببین، فقط تو ابسیدیانا رو ببین. ابسیدیانا رو ببین تو فقط. 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 به چون من اینطوری شدم. به دومن نه آیرون غلام. سلام غلام، خوبی؟ بچه حالت بازیم رو پیسفول نیست، روی نرماله. لوت کنیم اینجا رو. پشمام، 6 تا دایموند همین اول. بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله. و دیگه انتظار نداشته باشیم دیگه به ما چیز خوبی بده. اینجا رو لفتیم. خیلی لوت خوبی بود. و 10 تا سرجم دایموند میخواد. یعنی این قسمت هم شاید بلانشی بریم ایران. یعنی بریم اینجا هم خوب چیزایی داره. میگردیم دیگه. اینه گدا گشنه ها کلا میگردیم. این نمیتونیم نگردیم. الان بیرجر این چیه ساختی تو؟ الان من اینه که باید پارکورش خوب باشه. مثلا رادین باید بره. واه پشمام چه لوتای خوبیه. یعنی خیلی دوست دارم. کنار ویلیج اسپان شدیم. بابا دمت گرم. دمت گرم خودم ها. یه زین درست کنیم بریم سوارش. حالا بریم بالا. بایام چیه فکر کنم. پشمام چه سیده، چه خوبه. عجب چیزیه بابا. 6 تا دایموند همین اول کاری. کی الان 6 تا دایموند همین اول کاری میگیره؟ ها کی خب بدونم کی. اینا که چیزی نداره، فقط تخته. این معامله هم میکنیم. حالا کتک میزنم.
نمیدونم من جنگی لوت کردم اینجوری. چرا همش انتظار دارم یه خوب بهم بده؟ بابا 6 تا دایموند بهت داد دیگه، انتظار نداشته باشی پررو نشو. دفعه لنگ نه تو هم میرم، نه به تو هم چرا نرم. میکنم واسه تو، میکنم واسه تون درخت بشم. من بسنم اینجا خونه بسازم واسه تون. به به عجب ویلیج خوبی، عجب ویلیج نابیئی. 6 تا دایموند همین اول. بسم الله. من قطع نمی کنم این ویدیو رو. من خیلی من جنگی بیمه بابا. اوه بنازم. آی نه غلط کرد. ننازم تو رو خدا. در بیاد دیگه. یخ زدم. برو خوشنمه یکم اپل بخورم. شرکت آیفون رو خوردم. یالا شما چست شما چی داره؟ چست شما خوب چیزی داره خدایی. 6 تا دایموند خیلی خوب بود. ببین تو رو میخوام بذارم. تو رو بیا اینجا. اوه یه وسط نیام. تو رو میذارم. بیا اینجا بیا فقط امو بینم. بیا ول کن تا یه کاری دست من میدی آخر سر میزه. خب بچه ها یه خونمون بشه، یه غلام هم اینجا بکشیم. با دست بعد بکشیم. ما فعلا هیچی نمیسازم. آقا همینجا یه پورتال بسازیم. ببین اینجا پورتال میترسم نباشه. یعنی چی؟ ببین منظورم اینه. ببین باید سب کن ما یه نتیجه بگیریم. من اینجا یه جا برم بلندشم برم مثلا تختو بده سب کن یه جا بلندشم برم اینجا زد کنم لوکیشن. اینجا مردم اینجا ست میکنم. تو رو میذارم اینجا. تو هم میذارم. ابسیدیانا رو میرم یه جا چیزش میکنم. یه جا باید برم آقا نزدیک این ویلیجام دیگه. ست کردم. ست نکرده باشم بدبخت شدم. او مای گاد لوتای اینجا رو. خب ستم آیرن غلامم میکشیم. حالا الان ببین با 5 تا میشه ساخت یه پورتال. فکر نکنم حاجی. دیدیم اینجا رو دیگه بسته دیگه. ویلیجت خیلی چیزی نیومدی که خیلی بزرگ گفتم گزرگ منطق. ببین 1 2 3 ببین کلا ما 2 3 تا 6 به 12 تا چیز نیاز داریم. به 12 تا یارو، یعنی به 12 تا ابسیدین نیاز داریم. منو 5 تا داریم فقط. برو تو رو خدا یخ نزن. تو رو خدا بایوم چری چیزی میبینم من از اینجا. او ویلیج و فقط بنازم کنار ویلیج اسما شدیم. من میترسم غلط کردم. بابا 5 تا ابسیدین حرمت داره. بابا تو رو خدا. ای الله. ای برو مزخرف نیم.
اینجا چی اون بالا؟ اند پورتاله؟ نگو که اند پورتاله. پشمام اند پورتال. یعنی من میخوام بلندشم برم دیگه. این چه چیزی آوردم واسه ما؟ اند پورتاله. پشمام اند پورتال. میدونی یعنی چی اند پورتال؟ اند پورتال. من بلند میشم میرم. من فردا بلند میشم میرم محل نمایان. ستم دیگه. آیران غلام که با من دوست بشه دیگه. نمیخواد بزنه من خودم میرم. هیچی ندارم دیگه. دارای هیچی نیستم. نه شیر دارم نه پستون. خب مون بابا یارون رفت. یادم رفت چیز آیرونی رو در بیارم. حالا میرم بعد در رو میبندم. میگیرم اینجا میخوابم. یالا سلام علیکم. خوبی شما؟ بریم بالا. برم بالا شهر. بابا نمت گر رودی اصلا شانس رو ببین. تو اصلا شانسری به خدا. بابا رادین تو اصلا بابا به من چه بابا. داداش اون بلک مس اسپی تو مجبور بودی بذاری اون بالا. من مجبورم از خونه ها بکنم چوب برم بالا. 4 تا 8 تا 12 نمیدونم چند بگم. بریم بگه بده با اجازه برو کنم. این پورتال منو پورتال 1 2 3 برو بالا. بابا کجاست این پورتال؟ اینو تست کردم دیگه. هی میرم ببینم. همچین انتظار دارم وسیله‌ای باشه. نه پار یالا مزرعه شونو ببین. مزرعه رو برم بابا. فقط این بایام منو عصبانی نکنه. نزنم یه چیزی بش کنم. های تو رو علی. بابا باید یه دونه. وای بابا لوت دارم. به خدا لوت دارم. یا لعنت. بعد بشینم دیگه برم. میخوای خدا برو بالا پایین تو بکن. یعنی یا بدم میاد. تو باید از اول یه چیز درست کن. درست حسابی از اونجایی که عصبانی نشم پارو کور میکنم اینجا رو. امرالد من عصبانی میشم. یالا اوه اوی داده.
عجب چیزایی داره. شمشیر رو برم کامل این یه باید کامل کنیم دیگه. 1 2 3 علی آقا من چه دیوونه. برو تو یخ مردم و زنده شدم. بابا من چرا اینطوری هم نوبم؟ چرا من آقا الان اینجا مشکل داره؟ مشکل شما اینجایه؟ روشن نمیشی؟ مشکلتون کجایه؟ فکر کنم با اون 6 تا دایموند باید چیز درست میکردیم میذاشتیم اینجا. بابا این با دست کنده نمیشه ستون. احساس کنم با دست کنده میشه. شما خدا چسب باید یه کلنگ دایموندی درست کنه. بیایم این obsidian رو بکنیم که بتونیم بلند شیم بریم ایران. وسایلم کاش میذاشتم اونجا. بلک اسمیته بذار ببینم. سلام علیکم. اینا رو بده. اینم بده. رفتین تیبل داری دیگه؟ نداره. اینطوری کن. چوبا بذاریم. بذار اینا رو اینجا. این تو جید 2 تا از اینا میخواد که رفت. یه کلنگ دایموندی. این 3 تا دایموند اینجا. این الان من فقط اینا رو میخوام. ببین غذا میخوام بده. یکیشو جدا کن. باش باید یکیشو بذار اینجا اگه لوز دادی ناراحت نشی. 2 تا اینا هم بذار اینجا. بعد چوبم شد بلاکم شد به درد بخوره. بلاکم بیار بالا. این بلاکم بیار. غذا بیار. راستی اینا هم یادم. این 2 تا هم در بیار بودین بذار اینجا. اگه مردی ناراحت نشی. آقا من میخوام مثلا جونم پر بشه. قلبم میخوام پر بشه. یه نمیذاره غذا قلبم پر بشه. خب علی پر قدرت میریم اون بالا میاریم. بچه تصویرمو نمیتونم بذارم کلا تو ویدیوها. تصویرم که بعضی موقع میذارم. پارکورم به شدت خوبه بچه. مپ پارکورم میریم. بچه دمتون گرم بابت اون زندان واسه من فرستادید. دمتون گرم. نمیخوای کنده بشی تو؟ بیافتی لابا نگو. بابا زیادم میکنی. حتی شاید باید برم کلنگ دایموندی بیارم. یعنی چیز دایموندی بیارم. وای شرمنده. پارکور به شدت قوی من داره کرده. بابا چرا یادت میری فندک بیاری رادین؟ تو میگه که منو بزنه بخوشه. سب خوب
من درست کنم درست خودم اینجا بمیر بینم را دید بیرم بابا بگی ببر دیگه کلانگ دایموندیم کو کلانگ دایموندیم کو یه بلند میشیم میریم بعد میخوایم ببینیم اونجا چه خبره خیلی وربستایی نمیبریم اونجا در حدی که فقط بلند شیم بریم اونجا ببینیم چه خبره یه چیز کنیم یه ببینیم چه خبره اونجا من هیچ وسایلی هم بجز اون وسایلی باید ندارم بلاک هم ندارم اونجا میریم ببینیم چه خبره بعد میافتیم تو لابا میمیریم به سادگی بچه این فقط جهت دیدنه ها وگرنه باید پیشرفت کنیم بریم ای 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 بودو بالا بابا پارکور به شدت خوبه و چش بسیار شوری دارم من برو دیگه برو علی بچه بسم الله الرحمن الرحیم بچه فقط جسارتا یکی نمر بیفته میپوکه خب یالا رفتیم ست کردم همه چیزو داریم میریم دنیای اندمون داره ساخته میشه ولی خیلی دوست دارم شاید بگین چرا انقدر خیلی دوست داری به خاطر اینکه کنار ویلیج اسپان شدیم الان داریم میریم اند علی برو کنار یو علی من چرا نمیتونم راه برم یو خدا یو چه خوبه اینجا بومیل یا حضرت گست ای بابا من اینجا مهمونم اینجا تو میای من زارتی میزنی مهمونم اینجا یه سر رفتم دنیای بغلی اومدم مگه چه خبره چه تاریک شده برقا رفت الان اون پورتالی چرا اونجاست شیطونه میگه برو با کلنگ دایموندی همه اونا رو اونجا بکن بعد بیا اینجا بذارش اون چرا اون بالا باید باشه ست من کجا اون خونه کجا این کجاست زهر خدا حالا وقتی نبرده بودم ببین میکنم خب میرم اونجا ست میکنم من که قراره چند هی برم اونجا بیام من آروم نه غلط خفته بابا سرکه خواب دیگه شده نکنه اینجا اسپانیا شما اینجا میخوایی؟ من اینجا بیرون بخواب اینجا بینم یه سوال فنی الان اگه من حس کنم اگه من بمیرم و رو تخت نه الان من مثلا بیفتم تو لاوا او دیگه میدونین دیگه پارکور داشتون خیلی خوبه ست کن حالا اگه بمیری ستی دیگه اشهد ان لا اله الا الله خدا
خدا جواب داد. خدا به من آمد. اما من میخوام برم بسشون پیدا کنم. انقدر طول نده دیگه بابا. من چرا طول میکشه رفتن؟ ولی بچه خیلی تصادفی بغل ویلیج اسپورت شدیم و رفتیم وسایل رو بردیم. خیلی تصادفی. خب یالا سلام علیک. خب چرا میتونیم بدویم؟ این برامج خلوت تره. اینجا چیه اینجا؟ اینجا چیه اینجا؟ با من شوخی نکن. اینجا چیه؟ اینجا چیه؟ بسشنه؟ نه بابا بسشن چی بایی؟ بوم میلا رو 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 او بچه ها فکر کنم تا اینجا بسته دیگه. ویدیو تا اینجا بسته. بریم بچوسیم اینم. خوب عزیزان دل چی نگاه میکنی؟ خوب عزیزان دل امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و مشتاقیم. باز من نمیخوام مثلا اللهم کلا یه آجان غلامم بکشیم بریم. با چی میخوایم بکشیم؟ با چی الان بهتون میگم؟ با تابار. الان مثلا ویلیجر بزنیم آجان غلام میاد. دیدو چش آیران غلام؟ آیران غلام میتونی بیا اینجا؟ کجاست آیران؟ نرید دیگه. دیدو چشت برش دیویلی. آیران غلام غلامی آیران غلام یا علی ای بابا آیران غلام این تو مرابط همچین چیزی نبودا. لعنت به شبهای خیابان، لعنت به روزهای سیابان، لعنت لعنت به خود دی اسپان شده باشه وسایلامو. وسایلامو من میخوام. نه تختو بده بینم. تو رو میزنم شتکت میخورم. بسم الله. کجاست وسایلام؟ آیران غلام بابا ما قرار با هم دوست باشیم میگه. خراب کردی این همه چیز خودت. کجاست وسایلام؟ آیران غلام من دست نمیزنم تو رو ها. اینم بده به من بینم. بخورم اینا سمی شدم. بین یه دونه بلاک میذارم بعد بیا اینو اونور نرو برو. یه ویلیجر پیدا میشه بیاد اینجا. اجازه بده آیران غلام. آها میرم بالا. ای بابا نشتی
رشتی بس یه خلوت برم اینجا. آهان بسم الله. علی یا علی بابا آیرم غلام رشتی تو رشتی آخه آیرم غلام اجازه بده آیرن جون اجازه بده آیرن غلام آیرن غلام ببین 1 2 3 بیا 1 2 3 بی خیال غصه بگن واو چرا نمیشه بابا این پدر نه بچه ها ویدیو رو حتما لایک کنیم کانال ما هم سابسکرایب رو بزنیم شاید برای شما خیلی طول نکشه سابسکرایب زدن ولی برای ما خیلی وقتی رو طول کشنده است دوستتون دارم بمیر دیگه پنج تا داد نه تو قرار نبود 3 تا بدی 5 تا دادی بجمم منم بمیرم فشار میخورم چون تختم ندارم میرم بلک اسمیت به بچه یه اسکرین هم میگیرم حالا میدونیم من کامل ویدیو آقا علی بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک دنبال یادتون نره زنگوله هم بزنید تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم خبردار باشید و بیا سری ببینید کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید تا یه ویدیو دیگه خدافظ